دمک بس بودگیست دمک. شما رو حرمت میکنم امک، لیکن مجبورم نکنید وگرنه. چی؟ چیکار میکنی؟ مرا میپرانی؟ چرا نپرانی؟ آخر تو با خیش دبار توف کردی کو؟ گوش کنید، من با کسی از خودم کلان دست نمیبردارم، ایمانم اجازت نمیدهد. اما ناحق تگی پای کردن کاری خوب نیست. کسی که ظلم میکند مقابلم، با ظالم سر خم نمیکنم. دانسته باشید که به مظلومان یاری میرسانم. برای همین به غضب نآیید دمک. کمتر رحم کنید، عقلتان رو به کار برید. آخر وای فرزندتان میشود. این را بینید، دزدی زور صاحب ایمان را گناهکار میکند. هارون و سیده را گریزاندی، بود به سرمون داد میزنی ها؟ با گریختن سیده من هم زید بودم. تنها بدتر نشود گفته کمک رسانیدم. راستی از سیده دیده شما را بسیارتر طرفداری کردم. هر چی که از دستم آمد برای خوبی کار کردم. شما این را فهمیده میتوانید دمک. من محتاج طرفداری تو نیستم. اکنون خودت رو خوب محافظت کن. بهترش غم خودت رو خور. اکنون تو اویله اخیش و تبار نداری. ما رو با خودت دشمن کردی. رفتیم هیچ در راه بسر با ماشین سوار شد. گریختن سیده به هارون خوب نبود، اما آنها دیگر چاره نداشتند. ساق و سلامت رها یافتند. به این هم شکر پدر. خدا در پناهش نگاه داشت. هارون مرا گوش نکرد، به امر دلش رفتار کرد. خدا بختشان را دهد. عمر کاری شدگی شد. اکنون از این خیل نشسته فکر کردن هیچ چیزی وز نمی شود. پسرم تو از کاری کردهت باوری داشته باشی، دیگرش مهم نیست پسرم. حمزه غمگین است میدانم، ولی چرا با عقل خودش فکر نمی کند؟ آخر قلبش صاف است، لیکن عقلش دست دیگران. اکنون دعا کرده می ایستم تا که عقلش به سرش آید. گفته‌هایتان درست بابا، لیکن حاضر این وضعیت به من خیلی سخت میرسد. هر دوی عمک‌هایم با من دشمن شدند. میفهمید بابا؟ میفهمم پسرم، بسیار غم میخوری، اما غیر از صبر کردن دیگر چاره نداریم. صبر تند است و تیز، ولی میوه شیرین است پسرم. پدر ببخشید ناراحت کردیم، لیکن بسیار میخواستیم شما رو خندونیم. گویا شما رو میخندوندیم، لیکن نتوانستیم. زیق نشوید، همش خوب میشود پدر، همش خوب میشود. خلاص کارم دراز شود. چی شد فکرت؟ چه حیران شدی پسرم؟ یکم کاری بد شده است. وای مادر، پدرم شما را جیغ میزنه. نامش درگو. دقیقه گفتم بازی کنیم، همین رو هم دیدن نتوانستم. فکرت پدرت چرا به اینجا نآمد؟ تو روزی که عمر در این خانه است پدرم نمی آید. کنی یک رفته فهمم چی میخواهد. وای کوزه پشت لنگ. مایلش وای کلیم بناسی مادرش رفت. با تو چی شد صدیقه؟ زنی هاشم در نزد دشمنان هاشم چیکار میکند آخر؟
کمی بیاید من به او نشان میدم. در کجا بودی؟ چیکار میکنی در آنجا؟ داد نزن با من. با تو چی؟ به خونه پدرم رفته بودم، فهمیدی؟ چه میشو جانتم؟ چند ساعت باز در خانه خوراک انتظارم. گرسنه ماندم زنک، گرسنه. زهره خورد، فهمیدی؟ میکشم تو را. هاشمی کوزه پوش آدم شده از من رو میزند. کنی زن کنی. این شب که از گرسنگی مرده نه، بعد میفهمم چه خیل میزنی. تو شوخی رو نمیفهمی صدقه، شوخی رو نمیفهمی. چه خیل بازداد گلی منی جونی منی. همه با تو خاری گلد. کنی راو یک خوراک با مزه تیار کن میخوریم. بچه هم نیستن یک با یک. شرم کنی دارم. گلی خور دارم. کسی که گل را نغز بیند بخرش طاقت میکنه. این شب با تو خوراک نیست. تو مثل پدرت آدمی خوب نشوی، در این خانه خوراک نمیشود. فهمیدی آقای هاشم؟ فهمیدی؟ ها؟ صدقه با تو میگویم مرا به غضب نیار، حالت بد میشود. صدقه